نموداری که دیدیم محور عمودی دما بود، محور افقی حجم. فازهایی که داشتیم چی بود؟ مایع و بخار بودن. حالا میخوایم ببینیم که اگر محورهای دیگه داشته باشیم، مثلا فشار و دما یا فشار و حجم به چه صورت میشه؟ همچنین اگه فازهای دیگه مثل فاز جامد داشته باشیم اونجا به چه صورت میشه؟ خب ما اینجا تعادل فاز مایع و بخار رو دیدیم دیگه. توی دمای اشباع 100 درجه اینا با هم تعادل داشتن، دما ثابت میشه، فازها با هم تبدیل میشدن. در مورد آب ما میدونیم که برای فاز مایع و جامد هم باز میتونه این اتفاق بیفته. در چه دمایی؟ در چه دمایی؟ 0 درجه دیگه. مخلوط حالا آب و یخ، آب مایع و آب جامد باشه، تا زمانی که اینا دو فازی هستن دماش ثابت میمونه، یکی به اون یکی تبدیل میشه. درسته؟ نمودار بعدی رو دقت کنید. محور عمودی فشار، محور افقی دما. تو این نمودار برای آب منطقه ما به 3 ناحیه تقسیم میشه. نمودار قبلی هم 3 ناحیه بود دیگه، دقت کردید؟ ناحیه زیر سر، ناحیه مخروط اشباع، ناحیه سوپرلیت. بذارید من برگردم به شکل قبلی، اینو مجددا اینجا ببینید. این نمودار، این خط آبی رنگ حالت تپه مانند هست، مثل کوه میمونه. کلا صفحه رو به 3 منطقه تقسیم کرده. ناحیه این طرف ها اسمش کلا میذاریم ناحیه چی بود حالتش؟ زیر سر یا مایع فشار. ناحیه زیر این منحنی منطقه چی بود؟ مخروط اشباع یا دو فازی. و منطقه این بر چی بود؟ بخار سوپرلیت. این خط این طرفش اسمش بود خط مایع اشباع، این طرفش اسمش بود خط بخارش. حالا نمودار بعدی روی دستگاه مختصات فشار دما. باز منطقه کل صفحه به 3 منطقه تقسیم میشه. ناحیه فاز جامد، فاز مایع و فاز بخار. دقت کنید. از یه فشاری پایین‌تر ما اینجا چی داریم؟ تبدیل فاز چی به چی داریم؟ جامد، بخار. اگه فشار حالا از فشار محیط کم بشه، از یه عددی که حالا میگم عددش چقدر هست، از اون فشار پایین‌تر ما دیگه اصلا فاز مایع نمیتونیم داشته باشیم. تبدیل مستقیم بخار و جامد به هم دیگه است. از اون فشار بالاتر خب تغییر فاز اول جامده، بعد مایع و بعد چیه؟ بخار. درست شد؟ هر کدوم از این تغییر حالت‌ها یه اسمی داره. مثلا تغییر فاز جامد به مایع اسمش میشه چی؟ ذوب. تبدیل جامد به مایع میشه ذوب. عکسش مایع به جامد میشه چی؟ انجماد. پس حالا این خط هم اسمش میتونه خط ذوب باشه، هم خط انجماد. اگه از این ور به این ور فرآیند اتفاق بیفته میشه فرآیند ذوب، اگه از اینجا به اینجا باشه میشه فرآیند انجماد. تبدیل مایع به بخار اسمش میشه چی؟ تبخیر. پس اسم این خط میشه خط تبخیر. حالا تبدیل بخار به مایع یعنی عکس تبخیر میشه چی؟ میعان یا چگالش یا کاندنسیت. پس خط تبخیر با خط میعان هم یکی هست، بستگی به جهتش داره. اون نقطه بحرانی که رو اون شکل قبل دیدیم، اون نوک قله بود،
اینجا نقطه بحرانی میشه چی؟ اینجا. یعنی از این فشار بحرانی بالاتر همون داستانی که برای نقطه بحرانی تعریف کردیم اتفاق میفته. و اینجا تبدیل جامد به بخار اسمش میشه چی؟ تسعید. عکسش من اسم خاصی نداشته باشیم. تبدیل بخار به جامد من اسم خاصی براش نشنیدم. شاید مثلا هم انجماد بخار مثلا اسمشو بذاری همچین چیزی. جامد به بخار میشه تسعید. جامد به بخار میشه تسعید. مثلا خب خوب که دقت کنید یه نقطه اینجا هست این اسمش رو گذاشته چی؟ نقطه سگانه یا تریپل پوینت. نقطه سگانه شما بگید چه اتفاقی درش میفته؟ هر سه بلند میگید هر سه فاز. این هر سه حالت نگید، ما اینجا برای کلمات تعریف دقیق حالت اصلا یه داستان دیگه بود. اینجا حالتش جامده، اینجا حالتش بخاره، اینجا حالتش مایع، یه حالت میتونه مخلوط اشباع باشه. فاز جامد، فاز مایع، فاز بخار. در نقطه سگانه هر سه فاز در حال تعادل هستن. درست شد؟ کتاباتون رو باز دیگه. مختصات نقطه سگانه آب ببینید چنده؟ دما، فشار، حجم نوشته. فکر کنم یه جدولی داره، جدول 3-2 میشه. خواص نقطه سگانه بله 1/100 درجه سانتیگراد. فشار چقدر؟ 6 بله. نکته بعدی به نظر شما نقطه سگانه چند تا میتونه وجود داشته باشه؟ نقطه سگانه طبق چیزی که این شکل داره به ما نشون میده 1. اما خوب دقت کنید، گوش بدید یه لحظه. حالت میتونه برای فازهای جامد متفاوت باشه. مایع وقتی میگیم و گاز کلاً یه حالته، یه فاز مشخصه. اما اگر یه ماده توی حالت فیزیکی جامد باشه میتونه تو هم حالت جامد فازهای مختلفی داشته باشه. درس علم مواد داشتید؟ پاس کردید یا این ترم دارید؟ پاس کردید. پس در مورد فازهای مختلف فلزات بهتون گفتن دیگه. میشه چند تاشو نام ببرید؟ فازهای آهن چیه؟ نه، اونا حالت بلوریه ساختاره. فاز پرلیت و لدرمولیت و مارتنزیت و درسته؟ همشون جامده ولی ساختار قرارگیری اتم هاشون حالا FCC، BCC اینا میشه. پس کلا یه فاز جدا تلقی میشه. یخ یعنی آب جامد هم یه همچه حالتی داره. در دماها و فشارهای مختلف همون زیر صفر که جامد فیزیکش جامده میتونه فازهای مختلفی داشته باشه. بنابراین توی حالت جامد این منحنی اون بالا که بره این خط یه حالت مرزبندی پیدا میکنه، خود ناحیه جامد به فازهای مختلف تبدیل میشه. شکل بعدی رو بیارید، تو کتابتون شکلش هست. بله
شکلش مورد چنده؟ شکل 3-7. ببینید اون قسمت بالا توی شکل 3-7 بین دو فاز جامد و یک فاز مایع یا حتی 3 فاز جامد ما میتونیم نقاط سه‌گانه دیگه هم داشته باشیم که 3 فاز با هم در تعادل باشه. اما نقطه سه‌گانه‌ای که فقط مربوط به حالت جامد مایع بخار باشه چیه؟ یه دونه است، همین یکی. پس شد نقاط سه‌گانه میتونن متعدد باشن بین 3 فاز جامد یا 2 فاز جامد و 1 فاز مایع. اما نقطه سه‌گانه‌ای که بین جامد و مایع و بخار هست فقط چیه؟ یه دونه هست. روشنه؟ ساعت چند شد؟ خسته که نشدیم؟ چرا خیلی خسته شدیم. تو بچه ها روزم پس میخواید برید انتراک برید چیکار کنید؟ چیزی که نمیشه آب خیلی خوب یه 10 دقیقه استراحت کنید برگردید 2:35 اینجا باشه. 32 2:30